امروز از خانه برآمدم با بیر باران بود نرفتیم. هیچ نداشتیم. ما تاش لبکه میریم. این روز نرفتیم اما جان لای میشه مکتب درآمده نمیمونن جنگ میکنن که اما تون لای برید توزه کنه با بیایی. او گریه داشتن که مکتب نریم معلم گفته که مکتب سرت میکنیم. یه روز میبیه یه روز میبیه یه روز نه مکتب سر میکنیم. خیلی نیست شرایط خیلی میرم روزی بارون. 4 پای افضل برای 6 نفر دستورخوانی خالی و زندگی در یک واگن آهنین سرد و تاریک مادر را مجبور کرده است که فرزندانش را به یتیمخانه سپارد. میداند که جدایی برای او و مخصوصا کودکان خردسالش آسان نخواهد بود، اما میگوید چاره جز این ندارد. محمد جانش 7 ساله، شکرونه 5 ساله، محمد یاسین 4 ساله، پروینم 10 ساله، مدینه 13، سابینه 16. 2.5 سال شد بیامد در کوچه پختیم 6 تا فرزند. پدر خانواده 3 سال پیش آنها را ترک کرده است. تابستان را در دشت و تپه میگذرانند. با سرد شدن هوا به این واگن آهنین در یک دهه حصار بر میگردند. ای پیش زمستان اینجا نمیشه. زمستان اینجا بیتی تبرکلوز میشه همون خنک. من میخوام که مثال آینده فرزندم یگون چشن. چیکار کنم؟ زهرا با مقامات شهری حصار مراجعت کرد. خواست برای قبول کودکانش به مکتب اینترنت جمهوریوی مساعدت کنند. آخرین امیدش را پاسخی رسمی مقامات برباد داد. با سبب یتیمی کل نبودن فرزندانش را به مکتب اینترنت قبول نکردند. مادر هسته ما قبول کردن نمیتونیم. خیلی من مادرم. یک خودم مثال شینی میاره نگاه کنم کار نکنم ای کجا میخرم مثال یاره مونم را نشوه. من نمیدونم چیکار کنم. مدینه 13 ساله فرزند دوم این مادر است. او در مکتب میانه تحصیل میکند. مدینه و برادر و خواهران کوچکش میدانند که مادر نیتی به یتیمخانه دادن آنها را دارد. حالا آنها درباره یتیمخانه معلوماتی زیاد ندارند، اما از نقل مادر فهمیدند جای با شرایطی بهتر است. به او چند زغمش نک مجبوریم که بره برای خوندن. او چند میگه که شما بره به من خبرگیریتون میرم. زهرا 33 ساله است. مکتب نخوانده است. در 15 سالگی زهرا یتیم را به شوهر دادند. میگوید به تنهایی نمیتواند کودکان را تأمین و تربیت کند. میترسد که کودکان هم مثل او به سرنوشت و به خط و سواد به وای میرسند. کدوم مادر ای فرزند رو گردونه یگان مادر هیچ محل ای فرزند اختیار نمیگه. اینکه مجبورم چیکار کنم.